هیچی مال هیچکی نیست، همه چی یه موقعی نوبت ماست. فقط این ماشین مال من نیست، یه تایمی این ماشین نوبت منه، این خونه مال من نیست، نوبت منه که ازش استفاده. پس وقتی یه چیزی نوبت ماست خیلی بهش صفر نچسبید. خبری نیست که موقعی که میخوای بدی بره راحت باشه. خونه، ماشین، زیبایی اعضای بدنه. یه بابایی همه چی داشت، خونه، کارخونه، باغ، ویلا، همه چی. یه روز پسرش ازش میپرسه بابا اینا همش مال ماه؟ باباش که آدم درست حسابی بوده گفته نه پسرم، نوبت ما، تو نوبت خودت مهربون باش. ای دل چرا در این جهان بی خبری، روزان و شبان در طلب سیم و زری.